سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من. ایده این چنل و این ویدیو از یه غروب جمعه شروع شد که من فکر میکنم همه آدما مثل من یه حس کسلی یا یه حس نمیدونم نوستالژی طوری میاد سراغشون. همه میرن سراغ یه موزیک، یه خاطره یا شاید هم یه فیلم. من چون خودم خیلی سینما رو دوست دارم و فیلم‌ها خیلی یادم میمونه، تصمیم گرفتم که با هم یه سری از فیلم‌های خاطره انگیز رو مرور کنیم. قبل از اینکه صحبتی راجع به این فیلم بکنیم، یه دیالوگ ازش ببینم که شما مثلا من یادتون میاد که اسم این فیلم چی بود. بابا ببینم آقای شاعر ما مشغول چه دورفشانیاییه؟ میشه بابا نخونین، دوست ندارم. از کی تا حالا بابا نامحرم شده؟ نازنینم بابا باورم آن است که آن رشته عهد و میثاقی که با اشک و آه به هم پیوست میشه به نخونینش؟ ابدیت میپیوندد و در ماورای زمان به هم گره می‌خورد. بابا میگم دوست ندارم بخونین. حق گرفتنی ندادنی. اگه میخوای بگی گرفتنی نداده. بگی دیگه میگیرمش. حالا دیدین گرفتمش. اولین فیلمی که قرار با هم مرورش کنیم فیلم رویای خیسه. فیلم رویای خیس از اون موقع که اکران شد فکر میکنم حداقل یا تا الان هر موقع که آدم نگاه میکنه یه حس نوستالژی به آدم میده. چون اصلا اون اول فیلم آدم میبره به دهه 80. چه لوکیشن ها، چه بازیگرا، چه تهرانی که داره نشون میده به ما. قبل از اینکه بریم سر سکانس های اصلی ویدیو، اینو بگم که من آخر هر ویدیو تغییرات بازیگرا و کلا عوامل اصلی فیلمو میذارم که ببینید چقدر نسبت به از اون دهه تا الان چقدر تغییر کردن. خب اسم این پلیلیست رو من چی از فیلم های قدیمی یادمون میمونه انتخاب کردم. طبق همین بخوایم پیش بریم راجع به فیلم رویای خیس، چیزی که تو ذهن منه اینه که راجع به عشق و عاشقی دو تا نوجوان اون دوره بوده که این عشقشون خیلی فراتر از چیزی که الان هست یا چیزی که من فکر میکنن رفت و داستان خیلی جدی شد براشون. ما توی این پلیلیست نقد سنگین نمی‌کنیم یا نمیدونم فیلمو بررسی نمی‌کنیم، فقط چند تا سکانس به یاد موندنیشو با هم مرور می‌کنیم که برگردیم به همون حس و به همون دوران و اگه کسی خواست فیلمو دوباره ببینه. سکانس اولی که فیلم شروع میشه و وارد اتاق شخصیت اصلی فیلم میشیم، همون اول ما رو پرت می‌کنه به دهه 80. آرش پاشو، ساعت 7:30. تو نصف شب میری دنبال الواتی و وقت فکر صبح بیدار شدن تو نمی کنی. پاشو آرش، پاشو، مگه امتحان نداری؟ خیلی خب 5 دقیقه دیگه بنام. بابا چی رو 5 دقیقه دیگه؟ پاشو دیگه، گندشو بالا آورده. اون تخت فرفورژه و نمیدونم اون روزنامه، حالا نمیدونم بهش میگن روزنامه، کاغذی که به دیوار میچسبوندن اون موقع همو، یا عکسای توی اتاق و کلا همه اینا باعث میشه که آدم اون حس اون فضا رو بگیره به خودش. فیلم برای زمانیه که آدم اون موقع جای کافه میرفتن کافی شاپ یا مثلا کافه گلاسه میخوردن. شاید کافه گلاسه چی بود؟ چیه پره اون تو فکری؟ ببین چی برات آوردن. این چیه بابا؟ MP3 ما قدیمی ها. این اسکرچ میمونه. اینم سیدیش. این چیه بابا؟ آدم گریهش میگیره. میدونی این چیه؟ این یعنی زندگی، یعنی عشق. شما جوونا چی از زندگیتون فهمیدین؟ از این فضا که رد میشیم میرسیم به دغدغه‌های نوجوان. اول که میرسیم به اون پارتیه با هم که کلا خیلی سکانس باحالی بودش، هنوزم تو ذهنم هست، چه رقصاشون چه بازیگرا. کلا بازیات
الان که آدم نگاه میکنه یه مقدار عجیبه نسبت به فیلمایی که الان داره اکران میشه. توی ذهن آدم عجیب نیست، ولی موقعی که نگاه میکنی عجیب تر میشه هی. چراغا رو خاموش کن دیگه وقتش باشه. بهشون خوش میگذره. فکر نمی‌کنی؟ خیلی دارن حال میکنن. آره. چیکار میکنن؟ ساینا به جا پوستایی داره اونا. خیلی باحالن. تا جایی که داستان جدی‌تر میشه و میرسیم به پنجره عشق. اسمش رو من گذاشتم، حالا هر اسمی میتونه باشه. اون پنجره هم قابیه که فکر میکنم همه یادشونه. از اینجا به بعد فیلم کلا یه حس شاعرانه کل فیلمو میگیره. شعر نوشتن آرش، کلا خیلی وقت ندیدم کسی برای کسی شعر بنویسه. اینجا یه پرانتز باز کنم که اینجا خیلی سکانس به یاد موندنی تو فیلم نیست. ورود دوست آرش هومن به فیلم، ولی خب من که داشتم فیلمو میدیدم خیلی منو یاد دوستای خودم انداخت. دوستای منم همینقدر لومپن و بی‌سواد و بی‌شخصیتن. اون پنجرهشونه. پسر ایول بابا چه سمساری را انداخته. آرش این کلابوکی چیه؟ من دست نزن. بابا نترس. بابا بیا دیگه. آرش این خوش تیپه کیه؟ بابامه. ایول آرش بابا چوما میده؟ هومن تک و تنها توی این اتاق بی تو هستم. حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره. توی این شب بهاری و دور از من یا پیشش نازنین بهش بگو آره 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 بهاره میام پیش دوباره. آرش بی تو سردمه. این رقص پدر و پسرم کلا خیلی سکانسی که تو ذهن من حداقل موند. یاد اون رقص دو شخصیت پال فیکشن میندازه آدمون. حتی نمیدونم کدوم زودتر بود. پال فیکشن زودتر بود قطعا، ولی خب خیلی شبیهن به هم. بلند شد مال زمان جوانی‌های ماست. من بلد نیست. من نمیتونم در بلند شو بیا. خب از باید نمیاد بدی. آره بیا. کافیه غیر بدی فقط. همون. بیا تو بالا. بیا پایین. بار بالا. میرسیم به چیزی که برای من از اون فیلم خیلی بولده و خیلی به یاد موندنیه. نمیدونم بقیه هم همین حسو دارن یا نه. کادیلاک سفید، ماشین با بزرگ آرش در واقع. ماشینی که خودش یه شخصیت اضافه فیلم بود. خودش فیلمو شروع کرد و خودش فیلمو تموم کرد. خود اون ماشین.
ماشین کلا تو دنیای واقعی هم خیلی ماشین خاصیه. کادیلاک الدورادو خیلی هم کلا طراحی شخصیت داره، ولی توی این فیلم خیلی استفاده بجایی ازش شد و کادرهای خیلی درستی هم ازش گرفته شد و بیشترین چیزی که من از این فیلم یادمه همین ماشینه. حتی میدونم که داشبورد قرمز داره، رنگش سفیده، یا صحنه‌ای که نوار رو داخلش میذارن و آهنگ ویگن پخش میشه. بعد از این هم من دیگه سکانس های بیشتری از این فیلم نمیذارم، چون ممکنه که بخواد از اول فیلم رو ببینه و ته فیلم اسپویل میشه براش. اگه دوست داشتید فیلم رو ببینید. بعد از این هم تغییرات بازیگرا و کارگردان و اینای فیلم رو میبینیم بعد از این چند سالی که از فیلم گذشته و میبینیم الان کجا رو دارن چی کار میکنن. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگه دوست داشتید چنلمو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید.